مردها عاشق نمیشن. چرا؟ مردها عاشق میشن، اما مردها عاشق زنهایی میشن که شخصیت دارن، عاقلانه و عقلانی فکر میکنن و منطقی رفتار میکنن مثل خودشون. چون مردها منطقی هستن، دوست دارن که زنها مثل خودشون منطقی رفتار کنن، نه زیادی احساسی. گاهی اوقات زنها زیادی احساسی رفتار میکنن. زنایی که زیاد قهر میکنن، یه روز قهرن یه روز آشتی، مردا ازشون فاصله میگیرن. زنهایی که وابسته هستن و حوصله سر برن، یعنی حوصله مرد رو سر میبرن، همه زندگی مرد رو میخوان یه جورایی کنترل کنن. و زنهایی که یه روز عاشقن و قربون صدقه مرد میرن و فرداش ازش فاصله میگیرن. این مردها عاشق زنهایی میشن که بتونن عاقلانه رفتار کنن، ثبات رفتاری داشته باشن، رفتارشون مشخص باشه و یه جورایی پخته باشن و این باعث میشه که مرد عاشق اون زن بشه.